با سلام، بریم برای آموزش یه ترفندیگه کار با چت جی پی تی. یکی از بهترین استفاده‌هایی که از چت جی پی تی میتونید بکنید این که یادگیری رو بهتر و سریعتر و عمیق‌تر کنید. چطوری؟ بریم یه مثال ببینیم. اینجا من ازش خواستم که به عنوان یک معلم معتبر یک زمینه‌ای رو به صورت ساده و داستانوار در سطح مدرسه یا دبیرستان به من توضیح بده. شما همین رو میتونید به صورت فارسی ازش بخواید. مثلا به عنوان مثال من ازش خواستم که کوانتوم رو بتونه به این شکل توضیح بده. میبینید که میاد به صورت یک داستان کوانتوم رو توضیح میده به انگلیسی با توضیحات، و شما میتونید سوالهای اضافه تر بخواید ازش، یا وقتی متن رو میخونید و میبینید جایش نیاز به توضیح بیشتر داره اون ازش بخواید که اصلاح کنه یا توضیح بیشتری بده. همین رو میتونید به صورت فارسی ازش بخواید. از این طریق شما میتونید یادگیریتون رو بسیار سریعتر و عمیق‌تر